سرکنین باز مانده رحمت میگین برای که یکم خیل در شرکت فابریک برای موفق شدن شما رو از خود نمیکنین. نفرایی که میگن ما در 500 سوم خرید کردم 10,000 سوم خرید کردم یک شرکت فابریک مرا بانکروت کرد یا که من نتونستم کار کرده گفته اونا نمیدونم خاطر کی کار کردگن و چی خیل کار کردگن. اوزی در همین تاجیکستان هم بگیم 100 تا ممکن بیزنسمن باشه 100 تا ماتریال فروش باشه نه که از 100 تا ماتریال فروش میبینید 10 تاش میلیونر شدگی با یک 20 تا دیگهش پروستا بوی شدگی با یک 50 تا دیگهش پروستا так زندگیش نرمال رفته است با یک 10-20 کس دیگه شما میبینید вообще یکم جا نرفته برای که طرز درستی کار فهمیدگی نیست. بعد من نمیتونم گفتم که این ماتریال فروش همش نمیتونن نیست دروغه یا که یک کسی دیگه را برای همین هر بیزنس راه درستش فهمیدن در کار برای موفق شدن ما شما دا می آموزونیم چه خیلی شما از شرکت فابریک به پول به دست بیارین.